چند مورد از خواب دیدن هست که سبب این هست مال دنیایش زیاد بشود، از فقر و بیچارگی نجات پیدا کند. یک، دیدن ماهی، گرفتن ماهی، هدیه گرفتن ماهی. هرچه بزرگتر باشد، هرچه بیشتر باشد، مال دنیایش بیشتر خواهد بود. میگو هم نقش همین ماهی رو دارد، باعث افزایش مال در دنیا خواهد شد. دوم، اگر مار رو ببیند، اگر که تعبیر غلط این که دشمن هست، مار هم مال دنیاست. چنان که مولا امیرالمؤمنین فرمود این مار اثرش اینه که ظاهرش نرم است و باطنش زهر است. لذا اگر کسی مار رو ببیند به بدنش پیچیده، تو منزلش اومده، سیاه باشد، بزرگ باشد، زیاد باشد، مال دنیاش زیاد میشه. سومین موردی که باعث افزایش مال دنیا میشود این که انسان آتش رو در خواب ببیند که در قرآن اومده برکت تو آتش قرار داده شده. البته دود دیدنش صدقه داره، خطرناک است، اما آتش سبب زیادی مال دنیا خواهد بود. چهارمی که خود دریا را دیدن، خود رودخانه را دیدن، یا از سقف ساختمان آب ریختن، یا رودخانه‌ای، سیلابی، همه اینها تعبیرشون مال دنیا برای طرف زیاد می شود. نکته پنجمی که سبب زیادی مال میشه خاک دنیاست. به شما یک کیسه خاک هدیه بدهن، حیات رو جارو کنی، خاک جمع کنی، خاک بر سرتون بریزن، اینا همه دنیا هست و برکت دنیا.